اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که اینجا هستین. خیلی خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها استاد عزیزم حاج آقای هدایت نازنین رو تا ثانیه‌های دیگر باشون گفتگو خواهم کرد. دلمون براشون تنگ شده بود، میدونم شما هم همینطور. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. قبول باشه، مبارک باشه. خوشحالیم از زیارت. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم. ایام مبارک باشه. ما وارد سال جدید شدیم بله. و باید سال رو خدمت عزیزان تبریک عرض بکنم. عید بندگی ما یعنی ماه مبارک رمضان رو به پایان رسوندیم. همه سربلند، همه روی سفید، همه پر از کارنامه با نمرات زیبا، نمره افطاری دادن، نمره مواسات، نمره بندگی خدا، نماز اول وقت. آیا رضا چه میخواستیم چه نمیخواستیم نمازامون اول وقت خوندیم. الحمدلله. سحرها چقدر زیبا. الحمدلله. چقدر زیبا پای سفره خداوند متعال پای مناجات بودیم. انشاءالله خدا از همه بینندگان عزیزم قبول بکنه، از شما قبول بکنه. زنده باشید. انشاءالله سال خوبی رو داشته باشیم به امید خدا. سال 1403 به امید خدا و انشاءالله امسال سال ظهور باشه. الهی آمین. الهی آمین. به دعای خیر شما. میگن عرفا میگن که اگه آدمی میخواد رشد بکنه، میخواد به اوج برسه، میخواد به کمال برسه، باید خودش رو همراه بکنه با طبیعت خدا. بعضی از عرفا میگن اینه تو باید همگام با طبیعت هم دارن ذکر خدا رو میگن و در مسیر عبودیت حرکت میکنن. تو باید خودت با طبیعت همراه. امسال ما چه میخواستیم چه نمیخواستیم اتفاق به نظرم افتاد. تولد دوباره طبیعت بود و تولد دوباره ما در ماه مبارک رمضان و عید فطر. فصل رویش و زایش طبیعت و رویشی که ما در فصل طاعت و بندگی در ماه مبارک رمضان داشتیم و این همنشینی مبارک هممون باشه. آفرین. آره. من چون الان خیلی دیگه مناسبت داره اینو میگم براتون. ببینید زمین یه دور خورشید میچرخه، بعد به سر جای خودش که میرسه شکوفا میشه. آره. هر سال همین جوریه و در واقع زمین داره به یک کمالی میرسه. خب انسان ها یک دور خدا میچرخند. خب در واقع اطاعت امر خدا رو میکنن، بندگی خدا رو میکنن، به پایان که میرسه میشه عید فطر، شکوفا میشن. و میدونید خب الان مثلا وقتی که زمین اون وظیفه خودش رو انجام میده، یه دور خورشید میچرخه، یه شادی ویژه‌ای داره. شادیش چیه؟ اینه که این هرچه درون زمین هست شکوفا میشه، زمین پر از تراوت میشه. انسان ها هم وقتی خوب بندگی میکنن، اطاعت امر خدا رو میکنن، به پایان فصل بندگی که میرسن شادی ویژه‌ای دارند. ببین صبح از خونه ها زدن بیرون، نماز عید فطر خوندن پشت سر رهبرمون، پشت سر ائمه جمعه و جماعت هر شهری نماز خوندن، بعد فطریه دادن، کمک به فقرا کردن. من یادمه که جلوی این به اصطلاح محل نماز میستن، میگن که کودکان سرطانی فداشون بشم، عزیزان محروم کمک بکنید. همین میشه نوع شادی ما. بله. شادی ما شادی مخصوص به مؤمنینه. الذی جعلته للمسلمین عیدا. متوجه شدید؟ همه مسلمان ها یه نوع شادی ویژه‌ای هم دارن، عیدشون عید ویژه‌ایه. اما یه عید دیگه هم داریم انشاءالله. اون عید چیه؟ عید الله الاکبر، عید خداست. این بود الذی جعلته للمسلمین عیدا. اونم عید زمین بود. این میشه عید خدا. عید خدا چه عیدیه؟ زمانی که انسان‌ها ولایت امیرالمؤمنین رو داشته باشن، دور شمس عالم وجود یعنی امیرالمؤمنین بچرخن، پشت سر امیرالمؤمنین حرکت بکنن برای رسیدن به قله ظهور. موضوع بحثای ماست. وقتی که مردم یک سال خوب پشت سر امامشون حرکت میکنن، نصرت امامشون رو میکنن، دل امامشون رو خنک میکنن، میشه عید قدیر. دوباره آقا اومدیم با شما تجدید عهد بکنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین. یه شادی ویژه‌ام داره، شادی ویژه‌ای این مهمانی 10 کیلومتری. آی فدای مردم خوب بشن. چقدر زیبا. آماری که یادم هست حدود 4 میلیون نفر اومدن شرکت کردن. یعنی آقا ما هستیم،
همه حضورهای اجتماعی برای امور خیر، هم مواسات ها و همدلی ها و راهپیمایی ها و اینا همه یه نوع این که آقا ما اومدیم تجدید عهد بکنیم، ما هستیم. این هم یه شادی ویژه است. خیلی خوب. آره این هم شادی خداست. خیلی خوب. الهی که این جشن ها و این شادی ها امسال به نقطه اوج خودش، بله به اون قلهه که حالا ما هم داریم بر اون راستا صحبت میکنیم و فرمایشات شما میشنویم، متصل بشه اون جشن اصلی رو که 1180 سال حدوداً منتظرشیم که اون جشن رو بگیریم. شیعه مخصوصا منتظر، همه دیگه این روزا مردم مستضعف و مظلوم دنیا اون جشن رو بگیریم انشالله. دیگه نگیم عین الشموس الطالعه، خودش همسو ببینیم، خودش آره دیگه ببینیم، در معرض نور خورشیدش وجودش باشیم انشالله. گفتش که عیب از کجاست؟ غیبت او بی دلیل نیست، چون ذاتاً آفتاب به مردم بخیل نیست. آفرین. عیبی هست. آفتاب کارش تابیدن، نور دادن، روشن کردن. خودمون دستمون اینجوری کردیم، دستمون برداریم. آره. حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. و این ماه مبارک اومده بود که ما رو دستمون برداره، برسونه به عید فطرت، عید فطرت‌های پاک، به اون تنظیم کارخونه. نمیدونم حالا به قول شما بعضی وقتا اینجوری بحث گل میندازه، میترسم بمونیم از اون بحث. آقا ما راجع به بحثمون البته بی ربط نبود، الحمدلله همش هم مرتبط بود دیگه. بحثمون امامی یاوران بوده اگه خاطر شریفتون باشه پارسال. آره دیگه پارسال بود دیگه. بله. قبل از ماه مبارک و اینا. و به جای قشنگی رسیده بود بحثمون. زیبایی‌های شهر پیامبر رو تو آخرین جلسات اگه خاطر مبارکتون باشه فرمودن آقای هدایت. بعد از پیامبر فرمودن تکلیف اهل بیت، یعنی مهمترین کارشون این بود که مردم رو تربیت کنن و مبارزه کنن با تواقیتی که میخوان جلوی رسیدن به اون نقطه انتهایی قله و هدف بعثت انبیا و امامت اهل بیت رو در واقع جلوش رو بگیرن، که همون موضوعی هستش که الان روش داشتیم صحبت میکردیم. و در این مسیر در 3 زاویه از 3 دریچه و 3 موضع شروع کردن به دشمنی کردن. موضع سیاست، موضع فرهنگ و موضع اقتصاد، که بخش‌هایش رو هم توضیح دادن. من یه کلیتی رو گفتم، اگه ممکنه شما هم یه چکیده‌ای از همینایی که من فرمودم مقدار کامل‌ترش رو برای مردم بفرمایید که در جریان بحث قرار بگیرن و ادامه. گفتیم که حکومت خداوند متعال که توسط انبیا اجرا میشه، یعنی اینکه مردم با انبیا، پشت سر انبیا، با عشق و شور به سمت قله آفرینش، هدف آفرینش حرکت بکنن. هدف همه انبیا و اولیا، هدف همه خلقت اون دولت کریمه امام زمانه. اونجا پایان تاریخه، اونجا اوج و قله تاریخه. متوجه شدین؟ اون دولتی که امام حاکمش هستش. خب پیغمبر اول اومدن نقشه قله رو نشون دادن. اون شهر پیغمبر رو که همون در واقع یک ماکتی از اون دولت جهانی امام زمان است، در قالب مدینه النبی نشون دادن. دقیقاً مثل اون رهبر کوهنوردی که دیدین نقشه رو دستش میگیره، میگه عزیزان شما میخوایم با هم راه بیفتیم، چند روز تو راه هستیم، میخوایم به اینجا برسیم. ما پیامبر با شهر پیغمبر به همه تاریخ گفتن ما میخوایم به اینجا برسیم. بعد حرکت شروع شد میشه بعد پیغمبر اکرم. امیرالمؤمنین میخوان حرکت بکنن. گام اول رو که میخوان بردارن، دشمنانی هستن که نمیخوان اجازه بدن مردم با عشق پشت سر وصی پیغمبر حرکت بکنن برای رسیدن به قله. پس ببینید مهمترین اون وظیفه پیغمبر برای حرکت به سمت قله نشان دادن شهر مهدوی بود، آرمان شهر بود در قالب مدینه النبی. خب من گفتم خصوصیت آرمان شهر چیه؟ در قرآن این خصوصیت رو در 3 وادی بیان کرده. شهر انبیا، شهر امام زمان 3 شاخصه مهم داره. سوره بقره آیه 126 میخوام دوباره اینو بیان بکنیم چون یه فاصله افتاده. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اولین خصوصیتش امنیت محضه، همون بهشت روی زمین براتون گفتم لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما.
همه برای هم دیگه امنیت محض. فضای سیاسی جامعه جوری است که اصلا دشمن نمیتونه توی این جامعه فسق و فجور و تعصیمی ایجاد بکنه، همه با هم رابطه محکم و عالی دارن. این میشه اوج سیاست. مرتبه بعد ورزق اهله من الثمرات، اقتصاد. ثمرات یعنی اون مال خداوند متعال، اون رزق خداوند متعال بین همه جامعه عادلانه توزیع و تقسیم میشه. همه مناسب با استعدادهاشون از رزق الهی بهره مند میشن. لیس للانسان الا ما سعی. هر کسی بیشتر کار میکنه بیشتر بهره مند میشه. انساب و نمیدونم قوم و خویشی و پارتی بازی این حرفا تو رزق و روزی هیچ معنایی نداره. و مرتبه بعد من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، اون کسانی که ایمان دارن به خدا و روز قیامت. این یک نوع فرهنگ رو ایجاد میکنه، فرهنگ ایمان، فرهنگ این که ما از خدا هستیم و به سوی خدا میریم. این دنیا یه پل، یه گذرگاه برای رسیدن به اون اهداف عالی. ما برای زندگی تو این دنیا صرفا نیستیم، ما یک تولد دیگری داریم و این خودش فرهنگ رو ایجاد میکنه. گفتیم که وقتی امیرالمؤمنین دارن حرکت میکنن به سمت اون آرمان شهر، دشمن میاد دقیقاً همین سه تا حالت رو، دشمن میخوام بگم این در واقع شیاطین، در واقع اون طاغوتی که تحمل اون آرمان شهر رو نداره، میاد دقیقاً این سه تا حالت رو منحرف میکنه. سیاست رو منحرف میکنه، اقتصاد رو منحرف میکنه، فرهنگ رو منحرف میکنه. اجازه نمیده انبیا، اجازه نمیده اهل بیت علیهم السلام به این سمت حرکت بکنن. گفتیم که امیرالمؤمنین فرمودن پیامبر به من خبر داد که بعد از من فضای انحرافی به این صورت میشه. اذا بلغ بنو العاص 30 رجلا، وقتی که غیر از اهل بیت میان حاکمیت رو دست میگیرن، 3 تا کار انجام میدن. جعلوا کتاب الله دخلا، عباد الله خولا و مال الله دولا. اینا میان آیات قرآن رو، نه اینکه الفاظ آیات قرآن رو، الفاظ آیات قرآن ثابته، اما معانی قرآن رو به نفع خودشون تغییر میدن، قرآن رو دخل منافع خودشون میکنن. میان با همین کلمات قرآن امیرالمؤمنین رو مظلومانه توی محراب عبادت به شهادت میرسونن. با همین کلمات قرآن امام حسن رو مجبور به آتش بس میکنن. با همین کلمات قرآن امام حسین رو به شهادت میرسونن. امیرالمؤمنین خلاصش رو در خطبه نهج البلاغه با این کلمه بیان میکنن. عبارت حضرت در خطبه 108 نهج البلاغه اینه: این تذهب بکم المذاهب. چرا شما فضای به اسم دین دارین این ور اون ور دارید میرید؟ بعد حضرت فرمودن لبس الاسلام لبس الفرو مغلوبا. پوستین اسلام رو پوشیدن اما وارونه پوشیدن. عینک اسلام رو وارونه به چشمشون زدن. عوضی دارن نگاه میکنن. قرآن این منظورش این نیستش که اینا دارن بیان دارن میکنن، اما چون اینا الان اومدن کار رو دست گرفتن، قرآن اینجوری دارن به نفع خودشون تفسیر میکنن. چون رسانه دستشونه مثلا. آفرین. رسانه در من میخواستم این موضوع بگم، شما فرمودید. ببینید زمخشری نقل میکنه، میگه 70,000 منبر بعد از امام حسین در جهان اسلام زده شد، تو هر منبری این جمله رو میگفتن: الحمدلله الذی، ببین کلمه خدا رو میگن، نصر امیرالمؤمنین یزید و قتل کذاب ابن کذاب. که ادامه نمیدم. ببخشید من از همه بینندگان از عذرخواهی میکنم. ببین رسانه دستشونه، اینجوری حق رو وارونه جلوه میدن، حق رو باطل و باطل رو حق میکنن. منبر چقدر فدای امام سجاد بشن. وقتی که میرن تو کاخ یزید، تو کاخ یزید یه شکل منبر هست، منبر برای بیان حقت. روی اینجا پیغمبر نشسته، روی اینجا امیرالمؤمنین نشسته، جایگاه خطابه و بیان حقیقت. خب میبینه یه نفری حضرت میبینن، یه نفری روی این جایگاه پیغمبر نشسته داره لعن میکنه به فرزند پیغمبر. اینجا بود که حضرت امام سجاد نفهمودن یزید بذار من برم روی منبر بشینم، فهمودن اذن لی ان اسعد هذه الاعواد. این دیگه شد چوب، این دیگه منبر نیست، تو اینو از صورتش خارج کردی. اینجا مال بیان حق بود، نه مال تحریف دین.
اما شما اومدین به اسم جایگاه پیغمبر اکرم و یزید خودش رو خلیفه مسلمونا میدونه. گفتم تو جلسات گذشته قتلتم علی منهاج رسول الله، تو زیارت پیغمبر، تو زیارت امام حسین هست. شما کشته شدین بر اساس آنچه که پیغمبر گفته. یعنی چی؟ تحریف آنچه پیغمبر گفته. چون میدونی از خودشون اومدن اینا، ببین تحریف دین. اومدن از خودشون اومدن ساختن که پیغمبر گفته که من شق عصا امتی، هر کسی که خلاصه اون وحدت امت من رو خراب بکنه باید کشته بشه. بعد گفتن ما امت پیغمبریم، امام حسین نمیاد با ما بیعت بکنه پس باید کشته بشه. همه چی رو دارن خراب دارن میکنن، همه چی رو دارن منحرف میکنن. این میشه فرهنگ سازی. در واقع شما وقتی چیز اصل کاری و پایه و ریشه رو برعکس جلوه بدی، ذیل اون دیگه همه چی از بین میره. همه چی از بین میره. اینجا نگه داریم، اجازه بدین یه تأملی هم بکنیم بیشتر من و مردم به فرمایشات شما که تأمل برانگیزم بوده و هست. برگردیم و ادامه بدن اونجا استفاده کنیم. بفهم. خیلی ممنونم. اینجا این مدام وقتی آقای هدایت دارن صحبت میکنن، من این امروزی های این داستانا رو هم دارم میشه خودم ذهنم مرور میکنم که از رسانه استفاده میکنن، حق رو باطل، باطل رو حق جا میندازن و عرضم حضور شما که از دین استفاده میکنن علیه دین، از منابع دینی، از آیات استفاده میکنن، شبکه میسازن برای همین ماجرا و این حجمه های فرهنگی در واقع و سیاسی و اقتصادی همین الان هم در طول این سال همین الان داره به نوعی انجام میشه. بله. خطبه 108 نهج البلاغه رو داشتم میگفتم که شما لباس دین رو وارونه پوشیدید. آره. نه اینکه لباس دین ندارید، شما الان تو چهره نفاق هستین. این نفاق اومد دست امیرالمومنین رو بست. بله. حضرت فرمودن که میدونید شما و کان اهل ذالک الزمان ذئابن، اون زمانی که فرهنگ اسلامی این گونه میشود که اینها قرآن رو دست میگیرند اما جور دیگر تفسیر میکنن، معانی که خدا میخواد، معانی که قرار امیرالمؤمنین بیان بکنه دیگه بیان نمیشه. کعب الاحبار میشه مفتی دین، فتوا میده. چرا حضرت ابوذر تبعید شد و بعدش هم مظلومانه از دنیا رفت؟ علتش این بود، فریاد زد، گفت من مرده باشم. تو دین پیغمبر اکرم کعب الاحبار یهودی بشه مفتی اسلام، عالم دین، بشه عالم دین، این قرآن رو برای ما تفسیر بکنه. امثال اینا، امثال اون به اصطلاح کسی که فتوا داد بر شهادت ابا عبدالله الحسین، شریح قاضی، این بشه مفتی، این بشه حاکم، این بشه قاضی. امیرالمؤمنین فرمودن که اهل این زمان میشن گرگ، سلاطینه سباعا، اینها بیشتر دارن دین رو پاره پاره میکنن، مردم رو دارن ذبح دارن میکنن. بعد حضرت فرمودن تو این دوره هستش که فقراء امواتا، فقیر تو این جامعه مرده است. مردم به چی نگاه میکنن؟ یعنی حاکمان به چی نگاه میکنن؟ اون کسانی که ثروت بیشتری، دم اونا رو میبینن، ثروت اونا رو افزون میکنن، عجیب فقرا میزنن به اونها میدن، شکاف طبقاتی فوق العاده زیاد میشه. روایت رو این چقدر زیباست. رسید به حکومت امیرالمؤمنین، حضرت میخوان درست بکنن صحنه رو، دیدن یک مسیحی داره گدایی میکنه. حضرت فرمودن توی جهان اسلام نباید این اتفاق بیفته. گفتن آقا مسیحیه. حضرت فرمودن اون زمانی که جوان بود و داشت کار میکرد برای جامعه اسلامی، شما این حرفو نمیزدین. حالا که فقیر شده میگید مسیحیه. بعد حضرت دستور دادن از بیت المال مسلمین به این فرد مسیحی که در جامعه اسلامی داره زندگی میکنه به این حد بدین که بتونه آبرومند زندگی بکنه. ببینید توی نگاه امیرالمؤمنین صحنه چه شکلیه، تو نگاه بعضی از اونها چجوریه. میدونید اومدن پیش امیرالمؤمنین، 2 تا خانم اومدن پیش امیرالمؤمنین، یکیش عرب هست یکی عجم. خب امیرالمؤمنین به صورت مساوی به اونها سهمیه‌شون رو از بیت المال دادن. بعد یه نفر اومد اعتراض کرد، گفت این خانم عربه، از قریشه. حضرت فرمودن هیچ در قرآن نگفته که وقتی شما میخواین بیت المال رو توزیع بکنید نسبت به عرب یا قریشی بیشتر بدین نسبت به غیر عرب. هر دوشون مخلوق خدا هستن، هر دو انسان هستن. اما فرهنگ سازی که بعدن کردن اصلا اینجور نبود. به عناوین گوناگون به بعضی از افراد از سهم بیت المال چنان دادن که این فرصت نمیکرد شمش‌های تلاش رو تقسیم بکنه. در 5 جای جامعه اسلامی قصد درست کرد زبیر
همین زبیر با همین فضای اقتصادی غلط به انحراف هم کشیده شد. اولین شخصی هم هستش که جلوی امیرالمومنین تو جنگ جمل گرفت، همون زبیری که زمان پیغمبر تو شهر پیغمبر سیف الاسلام بود. سیف الاسلام. ببین فضای انحراف فرهنگی، انحراف اقتصادی، انحراف سیاسی چجوری داره ریزش ایجاد میکنه تو جامعه اسلامی، ریزش درست میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن فقرا و امواتا، همین که این طرف فقیر شد دیگه تو جامعهش ارزشی نداره. سید رضی میگه علی المیت بین الاحیا، علی تو جامعه ای که اینها فرهنگ سازی کردن مرده ای بود بین زندگان. اینها دیگه به علی اعتنایی نداشتن. حالا وقار الصدق، صدق توی این جامعه از بین میره. و فاز الکذب، همه اهل دروغ میشن، کذب مشهور میشه. اصلا تو میخوای تو این جامعه سرتو بیاری بالا باید دروغگو باشی. تو این جامعه میخوای زندگی بکنی باید دروغ بگی. صدق و صادق مظلوم و پنهانه. و استعملت المودت باللسان، چاکرتم قربونتم، به زبان خیلی اهل مودتن. و تشاجر الناس بالقلوب، اما تو قلبشون با هم دعوا دارن، کینه دارن از هم دیگه. تو جامعه‌ای که گفتم فرهنگ ظاهر قرآنه اما تفسیر قرآن نیست، حقیقت قرآن نیست. امام تو این جامعه دستش بسته است، یعنی یه جورایی نفاق. مردم توی قلب با هم درگیرن. و صار الفسوق و نسبا، ببین رزومه تو به فسق و فجور بیشترته، میخوای افتخار بکنی تو جامعه، میگی ما کلا پدر و مادر و هممون اینجوری هستیم، اصلا به خلاصه کار زشت افتخار میکنن. ول عفاف و عجبا، عفت، پاک دامنی، کنترل چیه؟ باز تعجبه. یه نفری اهل پاک دامنی و عفت باشه میگه ای بابا تو اینجوری هستی. بعد از فرمودن خودت عذاب میخواد، تو خودت عذاب داری میدی. بعد از اون لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، پوستین اسلام وارونه پوشیده شده. اینا یه علائم خیلی عجیبیه توی جامعه که خدا نکنه علائم اتفاق بیفته. توی این جامعه است که عمر سعد وقتی میخواد توی کربلا صدا بزنه میگه یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه و بالجنت ابشری. به دشمنان امام حسین، به بدترین انسان ها میگه حزب الله، برید سوار بر مرکب بشین، همه اون وارد بهشت میشیم، بهشت و جهنم وارونه میشه. تو این جامعه است که شمر وقتی امام حسین جان ما فداشون بشم، وقتی دور خیمه ها رو ایشون خندق زدن و آتشی درست کردن که دشمن به خیمه ها تعرض نکنه، شمر خندید گفت استعجلت بالنار، تو زود میخوای وارد جهنمی بشی که خدا بهت موعود داده، بهت وعده داده. بعد آیه قرآن خوند درباره جهنم و مردم همه پسندیدن، الله الله گفتن. تو این جامعه وقتی اینجوری فرهنگ سازی شد این اتفاقات میفته. میتونن آیه قرآن بخونن، قرآن ناطق رو به شهادت برسونن. اون که امام معصوم بود اینطور کردن با او و پیروانش و یارانش، دیگه با غیر معصوم که در اون جایگاه قرار گرفته باشه چه میکنن؟ دقیقاً همینجور. جندب ابن عبدالله نقل میکنه، میگه من تو جنگ نهروان دیدم لهم دویون که دوی نحل، نیمه شب دارن واقعا قرآن میخونن. یه لحظه دلم متزلزل شد، گفتم اگه اینا قرآن خونن ما میخوایم با کی بجنگیم؟ امیرالمومنین اومدن پیش من گفتن جندب شک کردی؟ من علی رو میخوای تنها بذاری؟ قرآن ناطق رو میخوای تنها بذاری؟ این دارن ظاهر قرآن رو میخونن، اینا دارن با اصل قرآن میجنگن. ببین فرهنگ سازی جوری شد که کسانی که قاری قرآن هستن دارن با خود قرآن میجنگن و افرادم تو شبهه قرار میگیرن. این میشه چی؟ انحراف فرهنگی. خیلی ممنونم. فدای شما. آقای هدایت عزیز، وقت برنامه تموم شد. به رغم میل باطنی باید با شما خداحافظی بکنیم. خیلی دوست می‌داشتم که وقت بیشتر بشه. حالا ان شاءالله این بحث رو شرط توفیق و حیات هفته آینده ادامه خواهیم داد. امنی نداریم. خواهش می‌کنم. زنده باشیم. محبت داریم. تا در پناه مصحف و بر دین احمدیم، بر جمله خلائق عالم سر آمدیم. زیر لوای آل علی صف کشیدیم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل ولیک الفرج.